علیکم بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در چنل من اسکا. نپرسیدین چرا دستمه داشتم گردو پوست میکندم. ماجرا اینجوری بود که گفتم هی میرم لوبیاهامو پاک میکنم و بالاخره تموم میشه، ولی مامانم گفت مگه گردوها با تو نمومن؟ اینجوری بودم که مگه گردو داشتیم. حالا یه صحنه بهتون نشونم پشماتون میریزه واسه وضعیت من و گردوها. بریم بله اومدیم اینجا. شاید بپرسید که منظورتون از بریم چی بود. منظورم این بود که بریم که گردوهام رو پخش کنیم. پخش کنیم. ببین بچه‌ها، یه مرحله لذت بخشش خدا وکیلینه و اول اینکه به اینجا توجه نکنم و ببینم که من خم شدم توجه نکنید چون دوربین پایینه و طبق همیشه من فیلم بردن ندارم و مجبورم حالت اسکات بشینم رو پام و پام داره میپکه. بریم اینا رو بریزیم. دیدی چه لذت بخش بود؟ چه لذت بخش بود، چه لذت بخش بود، چه لذت بخش بود. داره دیرمون میشه، دارم چرت و پرت میگم. بریم بقیه کارامون رو انجام بدیم. آماده شدیم که بریم دوچرخه سواری. زود آماده شدم و وقت دارم و گفتم این 3 حرف را بزنم. صبح که عدسی خوردم، از ظهر تا حالا هیچی نخوردم و فقط دارم گردو پوست میکنم، یعنی نهار نخوردم، ورزش نکردم و شب باورتون نشه کتاب صدای سوم انقدر خوب بود میخوام امروز دوباره شروع کنم تا جایی که وقت دارم، یعنی فردا بر کتاب پس بدم سریع بخونمش. و یه چیز دیگه هم که پیش اومد اینه که یکی از دوستانم زنگ زد گفت فردا میتونی 9 تا 11 بیای پارک که با یه سری از اکیپ قدیمی زیاد نه ولی اکیپ که خیلی ندیدمش مثلا با هم جمع شیم و اینا. بعد دیگه منو بعد از مام بابام بپرسم دعا کنی تو کامنت که برم که فردا، یعنی شما اگه این ویدیو رو میبینید شاید رفته باشم و شاید تو ولاگ پس فردا باشه، شایدم نرفته باشم و تو فلاگ و تو ولاگ بعدی نباشه. فعلا بریم دوچرخه سواری، میبینمتون تو پارک هم سری حرفا میزنم و برمیگردیم. بچه‌ها مثل این ندیده ها که نه، بچه بودیم تا چیزی رو میخریدیم، مثلا کفش میخریدیم تو همون مغازه کفش فروشی لباسای بابام، تو مغازه کفش فروشی همونجا کفشمون رو پوشیدیم با اون کفش دیگه ادامه مسیر میرفتیم. همین امروز یعنی دیروز خریدم کفشا رو، فرداش قشنگ دارم با اون کفش میرم بیرون. خیلی ذوق دارم قشنگ. من الان اومدم پارک، یعنی دوچرخه سواری نیم ساعت اولش اومدیم. بچه‌ها دیروز چند تا اتفاق عجیب و سوتی‌های پی در پی دادم که گفتم بگم. اولیش این بود که من چندین سالی هست که ژیمناستیک کار میکنم. بعد اومدم با یکی از رفیقام پل 2 نفره بزنم. خیلی وقت بود نزده بودیم، یادم رفته بود حرکتا. بعد چیکار کردم؟ هیچی. بعد میگرفتم زیر کمرشو برش میگردوندم تا گرفتنش بلد بودم، بقیه‌شو نمیدونستم چیکار کنم. آوردمش بالا تاپی ولش کردم. بعد دیگه آره بعدش این بود که اومدم اومدم کفش جدیده رو امتحان کنم. یه سایز کوچیک‌ترشو گفتم بهم بده. بعد اومدم بشینم رو صندلی، یه آقاهایی بودن اومدن قیمت گرفتن، فکرم رفتن. بعد مام بابام بهم نگفتن کسی نشسته رو صندلی. من اومدم بشینم رو صندلی کشیده بودم اون طرف‌تر، تاپی افتادم کف مغازه. بعد همه داشتن، ما خانواده و فروشنده اون دو تا داشتن میخندن. بعد مامانم هم میگفت خوب نشستی مثلا رو صندلی چون میشستی رو پای آقا. مثلا یه اوضاعی بود. بعد من اینجوری بودم شما خانواده خوبی نیستید چون به من تذکر ندادید. Shut the fuck up.
Shut the fuck up. که یکی اونجا نشسته. خلاصه من می‌خواستم بگم اگه توپوقای من برای شما عجیبه بدونید من کلا سوتیز یاد میدم. خستگی من رو میتونید درک کنید. گفتم که شام نداریم، گوشته و تشنه. حالا گوشته و تشنه من اکثر شبا شام نمیخورم، مثلا خودم هم میلم نمیکشه، اگه بخورم چیز سبکی میخورم. حالا دیگه بگذاریم. بعد دیگه از اینکه بخوام بگویم که چقدر آب مصرف کردم، 3 تا از این ماهی. من این ماهی رو خیلی دوست دارم، لاکید واقعا. آره دیگه کتابم که گفتم خوندم. شوگذاریم یادم رفت واقعا راستیاتش که صفحه رو باز کنم با واسه صفحه رو پیدا کنم. شوگذاری آره دیگه خیلی روز خوبی بود، پرهیجان بود. فردا هم یه روز پرکار دارم. میگم پرکار، واقعا پرکاره، یعنی فکر نکنید فقط یه باشگاه اینا، نه خیلی پرکاره. اصلا گفتم باشگاه 1 ساعت دوچرخه سواری کردم، پیاده روی هم کردم اینجا میذارم. خب خودش خیلی کالری میسوزه، امروز ورزش نکردم اونجوری، ولی خب پیاده روی دوچرخه سواری ورزش دیگه، گیر نده، دوتاشو با هم رفتم. آره دیگه یه روز خوب داشتیم. 43 تایی شدیم بچه، مبارک باشه. 2 نفر دیگه اضافه شن روم تور میگیریم. 45 تایی، سر 45 تایی قول دادم به شما، نور نبود. آره دیگه بعد دیگه چیکار کردیم؟ بذار یکم فکر بنمایم. کاری نکردیم. آره کاری نکردیم ولی ولاگ جالبی شد به نظر خودم دیگه. آره خیلی دوستتون دارم. تا یه روز دیگه که همراه من باشید و منو حمایت کنید و ایشالله 145 تایی بشیم. ویدیو بعدی روم تورم قاطیش باشه، اصلا خیلی پرکار بشه ویدیو بعدی، عالی. آره تا یه ویدیو دیگه که 45 تایی بشیم. و اینکه من شما رو خیلی دوست دارم، یادتون نره اینا حتما. و لایک و کامنت و ساب و نقطه اصلی شیر یادتون نره، منو معرفی کنید به بقیه. آره دیگه آره همه اینا رو خودتون انجام بدید. خدافظ.